گلیزینگ یا شیشه کاری. نوع شیشه در مصرف انرژی تاثیر خیلی مهمی داره. یکی از راههایی که باعث میشه انرژی خیلی زیاده تو خونه تلف بشه پنجره هستن. اگر که پنجره مناسبی تو خونه نصب نشده باشه، بعد تابستون انرژی زیادی مصرف کنیم که خونه رو خنک نگه داریم و تو زمستون هم بعد انرژی زیادی مصرف کنیم که خونه رو گرم نگه داریم. شیشه های لو ای یا لو امیسیویتی از ورود اشعه های یووی به داخل خونه جلوگیری میکنن. این شیشه باعث میشه که خونه ها در تابستون خنک میمونن و در زمستون هم نمیذاره که حرارت داخل خونه به بیرون از خونه بره، ولی همچنان اون نور خورشید رو اجازه میده به داخل خونه وارد بشه. تمپرد گلاس یا شیشه آب دیده شیشه‌ای هستن که برای جاهای عمومی یا جاهایی مثل همون که احتمال ضربه خوردن شیشه وجود داره استفاده میشه. این مدل شیشه وقتی که بهش ضربه وارد میشه، به جای اینکه به قطعات تیز و بزرگی خورد بشه، به قطعات خیلی کوچیکی خورد میشه یا مثلا پودر میشن که استحکام بالایی داره این شیشه ها و برای همین برای ریل و درای شیشه هم ازش استفاده میشه. شیشه متورق یا لامینیتد گلاس شیشه‌ای هستن که لایه‌های مختلف پلاستیکی با لایه‌های شیشه‌ای به همدیگه چسبیده شدن. این شیشه ها هم وقتی که بهش ضربه میخوره و خورد میشه، به خاطر اون لایه‌های پلاستیکی که بین شیشه ها وجود داره نمیذاره که ذرات شیشه پخش بشه. این نوع شیشه برای سقف شیشه مناسبه، همچنین برای شیشه های ضد گلوله هم از لامینیتد گلاس استفاده میکنن، ولی خب لایه های پلاستیکی خیلی بیشتری داره. شیشه ضد آتش یا فایر ریتد گلاس شیشه‌ای هستن که دو طرفش تمپرد گلاس هست و بین این دو لایه یه محلول ژلاتینی وجود داره که این محلول ژلاتینی وقتی که آتش میخواد از یک طرف شیشه وارد طرف دیگه بشه، حرارت آتش رو میگیره و مدت زمانش فرق میکنه، 45 دقیقه هستش، 1 ساعت هست و همین مدت زمان اجازه میده به ساکنینی که تو ساختمون هستن از ساختمون فرار کنن یا آتش نشانی وارد بشه و بتونه آتش رو خاموش کنه. شیشه دودی یا تینتد گلاس همون شیشه‌ای هستن که برای ماشین هم استفاده میشه. این مدل شیشه ها مانع ورود نور و گرما به داخل ساختمون یا به داخل ماشین میشه و یا اینکه میشه ازش برای پرایوسی استفاده کرد. بعضی ساختمون ها نمیخوان که تو شب داخلش دیده بشه، برای همین از تینتد گلاس استفاده میکنن. شیشه عایقدار یا اینسولیتد گلاس یا همون شیشه های دو جداره هستن که بین دو جدار گاز وجود داره و این مدل شیشه ها از اتلاف انرژی جلوگیری میکنن. اگر که داخل خونه رو گرم نگه میدارید، این باعث اتلاف انرژی از داخل خونه به سمت بیرون میشه.